تا حالا به این فکر کردیم که چرا انیشتنگ داریم اما باز نداریم؟ تا حالا به این فکر کردیم که چرا سوسکا سرشونو میبرین نمیمیرن اما ما سرمون میبرن میمیریم؟ چرا وقتی سر مرغو میکنی بازم زنده میمونه اما خونش هم نمیجهد، یعنی نمیپره، یعنی خونش پرتاب نمیشه، اما چرا خون گوسفند و بقیه موجودا پرتاب میشه؟ تا حالا به این فکر کردیم که چرا ما رونالدو داریم اما رونالد 3 نداریم؟ تا حالا به این فکر کردیم که چرا توی ماینکرافت وقتی با چوبای صورتی کرافتینگ تیبل درست میکنیم رنگ کرافتینگ تیبل اصلا هیچ ربطی به صورتی نداره؟ تا حالا به این فکر کردیم چرا وقتی پورتال رو باز میکنیم بنفشه؟ از آقا بیایم منطقی حساب کنیم و میریم توی دنیای جهنمی و آتیشی، پس باید رنگ پورتال هلوهای نارنجی باشه. پس چرا بنفشه؟ مگه انج بنفش نبود؟ تا حالا فکر کردیم که چرا بعضی از اجزای ما توی ماینکرافت مستطیلین اما بقیه چیزا توی بازی مربعین؟ چرا همه چیز اینجوریه؟